محله قدیم شیراز. به نام حق خدای عزیز و رحیم. بازم میخوام برات بگم از قدیم. نزدیک 200 گذشته بود از 1000، زندیه داشت میرفت میوم قاجار. اون موقع شهر علم و شعر و حکمت، میشد به 11 تا محله قسمت. 10 تا محل نعمتی و حیدری، هیچی دیگش نه ایوری بود نه اوری. اونایی که دنبال رو حیدر بودن، سمت شمال و مشرق شهر بودن. جنوب و غربم پر نعمتی بود، مرید شاه نعمت ولی بود. هیچی به هیچی من میگم ایناره، از برشون کن که ضرر نداره. اولیشون محل درب شازن، شمالی تر از همه بین 11. دروازه سعدی دروازه اصفهان، با باغشا ورودی مرز اینجان. میونشم که بازار وکیل، عمارتای قشنگ و بی بدیله. خب بال و کف محله بعدیه، سمت جنوب دروازه سعدیه. شادویی قصاب خونه مرزش میشن، بهش بزرگترین محلم میگن. سیومی اسحاق بگ بین 11، ایجاش کجان جنوب درب شازده. مرز ای دوتان که خونه ما بوده، محلمون میدون مولا بوده. بازار مرغ محله بعدیه، پایین‌تر از عمارتای زندیه. عین درخت گل میون باغ، جنوبشم گنبز شاه چراغه. پنجمیشم که میدون شاه بوده، دروازشم دروازه بیضا بوده. محله جودا که میون اونجان، نه حیدری نه نعمتی میون جان. هفتمی محله در مسجد میشه، بازار مرغم طرف شرقیشه. محل هشتمی رو میگن سر باغ، هست این محله همساده شاه چراغ. پایین‌تر از میدون شاه هست کاکو، پایین‌ترش سنگ سیاه هست کاکو. سنگ سیاه که خیلی با ارزشه، دروازه کازرون لب مرزشه. از حرم پسر امام کاظم، برو تو برسی کل شازده قاسم. محل سردزک میشه نمایون، عام کشیدن از وسطش خیابون. 11میش انگو لب نر بوده، محله جنوبی شهر بوده. چون که جوقای زیادی اونجا داشتن،
اسمش معلی لب آب گذاشتن. ای از محلای خوب شهر شیراز، شاله و شعرهای دیگه هم میام باز.